سرخط خبرها: سخنگوی طالبان: ارتش احیا می شود. وزیر دفاع روسیه: طالبان مقدار زیاد جنگ افزار به دست آوردند. چین: ارتش امریکا و بریتانیا باید پاسخگوی نقض حقوق بشر در افغانستان باشد. قانونگذار امریکایی: دگرگونی‌های افغانستان به نفع چین، روسیه و ایران است. ذبیح الله مجاهد: 80% مطمئن هستم که در پنجشیر هیچ جنگ رخ نخواهد داد. سران طالبان با احمد مسعود دیدار کردند. امرالله صالح: افغانستان دیکتاتوری طالبان را نمیپذیرد. و قضیه پنجشیر جهانی شد. باید خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. سخنگوی طالبان: ارتش احیا می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید ارتش ملی دوباره احیا خواهد شد. او سه‌شنبه 2 سنبله در دومین نشست خبری خود گفت که طالبان تلاش میکنند ارتش را دوباره احیا کنند. او افزوده که نظامیان و نخبه های سابق دوباره استخدام می شوند. امریکا و ناتو طی 2 دهه اخیر ارتش 300,000 نفری در افغانستان ساخته بودند که طی 11 روز در پی تجدید حملات طالبان فرو پاشید. در حال حاضر بخش بزرگ از تجهیزات ارتش در اختیار طالبان است. کارشناس نظامی مدیریت نادرست را عامل فروپاشی ارتش می‌داند. یاسین زیا رئیس پیشین ستاد ارتش به تازگی گفته است که سیاستمداران جنگ را باختند نه نظامیان. ادعای دیدار رئیس سیا با ملا برادر: ذبیح الله مجاهد در نشست خبری امروز خود دیدار ملا عبدالغنی برادر با رئیس سازمان اطلاعاتی مرکزی امریکا را تایید نکرد. سخنگوی طالبان گفت که از دیدار با رئیس سیا اطلاعی در دست نیست و نمیتوان آن را تایید کند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که رئیس سازمان اطلاعاتی مرکزی امریکا یعنی سیا با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان در کابل دیدار کرده است. با گزارش روزنامه واشنگتن پست این دیدار روز دوشنبه 1 سنبله به صورت محرمانه انجام شده است. وزیر دفاع روسیه: طالبان مقدار زیاد جنگ افزار به دست آوردند. وزیر دفاع روسیه گفته است که جنگجویان گروه طالبان مقدار زیاد جنگ افزار به دست آوردند. با گزارش اسپوتنیک وزیر دفاع روسیه میگوید که جنگجویان گروه طالبان مقدار زیاد جنگ افزار از میان پیش از 100 سامانه هوایی را به دست آوردند. چین: ارتش امریکا و بریتانیا باید پاسخگوی نقض حقوق بشر در افغانستان باشد. نماینده چین در سازمان ملل گفت ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و سایر کشورها باید در قبال نقض حقوق بشر توسط ارتش‌های خود در افغانستان پاسخگو باشند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس. نماینده دائمی چین در مقر سازمان ملل سه‌شنبه گفت ایالات متحده و متحدانش باید به خاطر آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان می‌خوانند در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند. به نقل از رویترز، نماینده چین در سازمان ملل در یک نشست شورای حقوق بشر این نهاد در خصوص افغانستان گفت ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کشورهای دیگر باید در قبال نقض حقوق بشر توسط ارتش‌های خود در افغانستان در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند و سایر جلسه کنونی باید این موضوع را پوشش دهد. قانونگذار امریکایی: دگرگونی‌های افغانستان به نفع چین، روسیه و ایران است. عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از اینکه دگرگونی‌های افغانستان به نفع ایران، روسیه و چین است ابراز نگرانی کرد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس. نماینده جمهوری‌خواه عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که دگرگونی‌های افغانستان به نفع ایران، روسیه و چین است. او در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که امریکا هیچ اطلاعات بیرون از میدان هوایی کابل ندارد و این برای طالبان، روسیه، چین و ایران یک پیروزی است. وی گفت هیچ اطلاعاتی از تحولات میدانی نداریم. در بیخبری کامل هستم. اگر از میدان هوایی یعنی کابل صرف نظر کنیم در بیخبری خواهیم بود.
امریکا پایگاه هوایی بگرام را که قبلا بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در افغانستان به شمار می رفت تعطیل و سفارتش در افغانستان را تخلیه کرد. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که امریکا هیچ تلاش برای مستقر کردن ظرفیت‌های اطلاعاتی در کشورهای مجاور افغانستان انجام نداده است. ذبیح الله مجاهد: 80% مطمئن هستم که در پنجشیر هیچ جنگ رخ نخواهد داد. سخنگوی گروه طالبان در یک کنفرانس خبری گفت که 80% مطمئن هستم که در پنجشیر هیچ جنگ رخ نخواهد داد. مجاهد درباره پنجشیر گفت طالبان اعلام کرده که جنگ در افغانستان به پایان رسیده و ما نمیخواهیم حتی یک گلوله شلیک شود و موضوع این منطقه و ولایت از طریق مذاکره حل خواهد شد و 80% مطمئن هستیم که در آنجا جنگ صورت نخواهد گرفت. وی افزود تعداد تجهیزات و خودروی‌های دولتی به پنجشیر منتقل شده است و ما در حال مذاکره با آنها هستیم تا تسلیم شده و به انبارهای دولتی بازگردانده شوند. وی همچنین درباره فعالیت سفارت‌های خارجی نیز گفت از همه سازمان‌های بین‌المللی و نمایندگان دیپلماتیک که در کابل ماندند و کار خود را متوقف نکردند تشکر می‌کنم و آنها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و اعضای ما امنیت آنها را تامین خواهند کرد. این مقام ارشد طالبان درباره کمک‌های خارجی نیز گفت برخی کمک‌ها برای اهداف خاص صورت می‌گیرد که طالبان به هیچ وجه چنین کمک را قبول نخواهد کرد. مجاهد همچنین افزود که ایالات متحده آمریکا باید در 31 اگست از افغانستان خارج شود. سران طالبان با احمد مسعود دیدار کردند. منابع گفتند که هیئت طالبان با رهبر جبهه مقاومت در پنجشیر دیدار و گفتگو کردند. یک منبع به اسپوتنیک تایید کرده است که یک هیئت طالبان وارد پنجشیر شدند و با احمد مسعود پسر قهرمان ملی افغانستان و رهبر جبهه مقاومت دوم روی موضوعات بحث کردند و گفته این منبع ممکن نتیجه این گفتگوها فردا دست نشر سپرده شود. پیش از این عضو کمیسیون فرهنگی طالبان نیز تایید می‌کند که هیئت از سوی آنان برای مذاکره با احمد مسعود و شمار چهره‌های سیاسی دیگر به پنجشیر رفته است. در عین حال شمار از منابع گفتند که آماده کرده رئیس جمهوری پیشین افغانستان نیز عضویت این هیئت را دارد. امرالله صالح: افغانستان دیکتاتوری طالبان را نمیپذیرد. امرالله صالح معاون سابق ریاست جمهوری خواستار مقاومت در برابر طالبان شده است. با گزارش اسپوتنیک امرالله صالح که خود را به عنوان رئیس جمهور موقت افغانستان اعلام کرده است خواستار مقاومت در برابر طالبان شد و در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایندیا تودی گفت که افغانستان دیکتاتوری جنبش طالبان را نمیپذیرد. وی گفت ما نمیخواهیم افغانستان به کشور طالبانی تبدیل شود. این اتفاق نمیفتد. این همان چیزی است که طالبان میخواهند. وی افزود که ما مذاکرات را ترجیح میدهیم اما این مذاکرات باید چشمگیر باشند. وی بار دیگر تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی افغانستان او سرپرست مقام ریاست جمهوری کشور است. وی افزود ما مشروعیت داریم اما قدرتی که با زور تحمیل شود مشروعیت پیدا نمی کند. پیش از این امرالله صالح روز شنبه در یک پیام صوتی با بیان اینکه طالبان مشروعیت ندارد تاکید کرد که با تسلیم شدن یا توافق با گروه طالبان موافقت نخواهد کرد. همچنان طالبان نفوذ روسیه به حل اوضاع در پنجشیر کمک خواهد کرد. عضو گفتگو کننده طالبان در قطر گفته است که نفوذ روسیه می تواند به حل و فصل اوضاع در پنجشیر کمک کند. به گزارش اسپوتنیک سهیل شاهین در پاسخ به سوالی که آیا طالبان از سفیر روسیه خواسته است تا در حل اوضاع پنجشیر کمک کنند گفت من فکر می کنم این موضوع با استفاده از نفوذ روسیه مورد بحث قرار خواهد گرفت. استقبال و قدردانی می شود. با گفته شاهین طرف روسی می تواند سهم خود را در راه صلح و سازش در افغانستان داشته باشد. نقش فدراسیون روسیه همواره مورد استقبال قرار گرفته است. این در حال است که دو روز پیش سفیر روسیه در افغانستان اعلام کرد که گروه طالبان از روسیه خواستار کمک برای برقراری گفتگوهای سیاسی و توافق با مخالفان این گروه در منطقه پنجشیر شده است. همچنان واکنش ایران به مقاومت پنجشیر: بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. دو طرف خویشتن‌داری کنند.